با درود، من دکتر نعمان سموئلس هستم و در این سومین مقدمه مولوی و روانشناسی. مولوی داستان این که ما کی هستیم و از کجا آمدیم و به کجا خواهیم رفت رو دوباره به زبان دیگری برای ما بازگو میکنه. باز آمدم از پیشان یارم آمدم، در من نگر بهر تو غمخوار آمدم. شاد آمدم از جمله آزاد آمدم، چندین هزار سال شد تا من به گفتار آمدم. آنجا روم بالا بدم بالا روم، بازم رهان کینجا به زنهار آمدم. من مرغ لاهوتی بودم دیدی که ناسوتی شدم، دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم. من نور پاکم ای پسر نه مشت خاکم مختصر، آخر صدف من نیستم من در شهوار آمدم. ما را به چشم سر مبین ما را به چشم سر ببین، آنجا بیا ما را ببین کینجا به دیدار آمدم. یارم به بازار آمده است چالاک و هوشیار آمده است، ورنه به بازارم چه کار ویلا طلبکار آمدم. مولوی به زبان شیرینش میگه که من باز آمدم، یعنی دوباره اومدم. از پیش کی اومدم؟ از پیش یار. این یار کیه؟ این یار کسی جز خدا، ذات هستی، قدرت مافوق یا هر اسم دیگری روی اون میذاریم نیست. بعد میگه که شاد و آزاد اومدم. پس در دو بیت اول میگه که من از پهلوی یار دوباره شاد و آزاد برای غمخواری توی انسان برگشتم. در بیت سوم مولوی به ما میگه که در آخر به کجا میره؟ آنجا روم بالا بدم بالا روم، یعنی من بالا پهلوی یار در فردوس برین بودم و دوباره به بالا پهلوی یار برمیگردم. پس باید امیدوار بود که ما از پهلوی یار اومدیم و در نهایت به بالا به بهشت موعود برخواهیم گشت. به سکلز بی اصولان مشنو فریب غولان، که تو از شریف اصلی که تو از بلند جایی. یعنی تو از بی اصولان جدا شو و فریب اونها رو نخور، چون تو اصل شریفه و از جای بلند و بالای اومدی. مولوی به ما یادآوری میکنه در حالی که ما به این میدان آزمایش، یعنی به این زندگی وارد شدیم، در این حال تمام اجزای طبیعت دست به سینه نشستن تا هر گونه کمکی رو که ما احتیاج داریم به ما بکنن که ما تا درجه‌ای که میتونیم خود رو بالا ببریم. آمدم کتاب خود گوش کشانمد، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمد. آمدم بهار خوش پیش توی درخت گل، که تا کنار گیرمت خوش و می فشانمد. یعنی که اومدم، کی اومده؟ اون یار، اون هستی که با من انسان چه کار بکنه. اومدم گوش تو رو بگیرم، خود رو که مظهر غرور و منیت رو هستش رو از تو بگیرم و تو رو در دل و جان خودم بنشانم تا در کنار من به درجه عشق و خوشی و عشق برسی. گل چه بود که گل تویی، ناطق امر قل تویی، گردگری نداندت چون تو منی بدانمد. جان و روان من تویی، فاتحه خوان من تویی، فاتحه شد تو یک سری تا که به دل بخوانمد. مولوی بار دیگر مقام والای انسان رو یادآوری میکنه. گل چیه؟ تو خودت مظهر زیبایی، لطافت و زندگی هستی. اگر کسی تو رو نشناسه، من تو رو خوب میشناسم، چون تو مثل من بزرگ و لایتناهی هستی. زخم پذیر و پیش رو چون سپر شجاعتی، گوش به غیر زه مده تا چو کمان خمانمد. هیچ مگو و کف مکن سر مگشای دیگ را، نیک به جوش و صبر کن زان که همی پزانمد. اگر زندگی سخته و به تو فشار میاد، این فشارها رو تحمل کن و صبور باش. سکوت کن و مثل دیگی که می جوشه از این سختی ها و فشارها کف مکن و بی‌طاقت مشو. من تو رو میپزانم تا تو پخته و خالص بشی که بتونی هر چه زودتر پهلوی یار به فردوس برین برگردی. شما رو تشویق میکنم که به مقدمه 4 مولوی و روانشناسی توجه و تماشا بکنید.